من اگر برخیزم تو اگر برخیزی همه برمیخیزند. من اگر بنشینم تو اگر بنشینی چه کسی برخیزد. تشکر آقای رئیس جمهور از همدردی و همنوایی جانسوز شما با فاریابیان و بدخشانیانی که اکنون در خاک و خون خفتند. پیام مردم آسیب دیده و در سوق نشسته برای رئیس جمهور. جناب عالی، وقت نکردید حداقل قدم رنجمی کردید و از ملت خود جویای احوال می شدید. از وضعیت فلاکتبارشان با خبر می شدید و از نزدیک مشاهده می کردید که در این 12 سال واقعا چه اندازه کارهای زیرساختی مثمر و ستودنی برای سرزمین خود انجام دادید. یا می دانستید از اینکه کار اساسی نکرده اید در هراس بودید که با چه چهره نزد مردم خود بروم. دست کم اگر از نزدیک وقت نکردید سر بزنید لااقل یک پیام کوتاه تلویزیونی و تصویری که می توانستید برای مردم رنجیده خود ابراز کنید و اعلام می کردید که چقدر شما هم در این درد ملت شریک هستید. هر بار چنین فجایع بزرگ در کشور رخ داد پیام جناب عالی این بود: برای همه صبر و بردباری تمنا دارم. آخه چه اندازه صبر و تا کدام این روز صبر؟ حملات وحشیانه انتحاری صورت گرفت و کودکان نازنین به کام مرگ رفتن. گفتید صبر. در این محل و در آن محل حادثات جانسوز صورت گرفت. گفتید صبر. فاریابیان عزیز برای روزهای متوالی در زیر خاک نشستند. گفتید صبر. آخر کاسه صبر مردم دیگر از این گونه کارها لبریز شده است. معاون عالی قدر شما به فاریاب می رود و برای مردم 30 روز وعده نمره زمین می دهد. مگر نمره زمین چه درد از آن مردم کم می کند؟ با زمین می خواهند چه کار کنند؟ گورستان برای خود بسازند؟ وای اگر از همان نمره های باشد که سالها وعده کردید ولی در یخ نوشتید و در آفتاب گذاشتید. معلوم نیست برخی سازمان ها و نهادهایی که در این واپسین سالها ساخته شد مأموریت اصلیشان چیست؟ نمیدانیم کمیته ملی اصرار، نهاد مبارزه با حوادث طبیعی و خیلی های دیگر. مردم در زیر خاک گیر مانده. ما زندگی عادیشان را که نجات داده نتوانستیم، دست کم پیکر بیرویشان را هم نمیتوانیم از زیر خاک بیرون بیاوریم. آخرین مردم رنجیده میخوان بدونن که چرا برای ولایت‌هایشان کار اساسی انجام ندادید. امروز سرک نداریم تا بدخشان برویم و کمک کنیم. تنها کاری که کردید عده محدود را به عرش رساندید ولی مردم بیچاره همچنان در فرش باقی ماندند. برای نامزدان فعلی ریاست جمهوری هم مردم افغانستان پیام دارند. کجا هستید شما که تا دیروز از رایگ‌های میلیونی صحبت می‌کردید و پشت به حمایت همین مردم والا همت گرم کرده بودید؟ حالا در روز بعد کجا هستید؟ مگر نمی‌گفتید درد این ملت را دوا می‌کنید؟ حالا مردم به دوا و مدارا ضرورت دارند یا شما هم به فکر درد خود هستید که همان رسیدن به قدرت باشد نه درد ملت؟ تاریخ گواه است که در این کشور هر کی آمد و از نام ملت استفاده کرد اما بعد که به جای رسیدن دیگر مردم چی؟ هیچی. حتی بعضی نامزدان فرصت نکردند تا برای چند دقیقه کوتاه اگر شده وقت گرانبهای خود را وقف ملت کنند. مگر چگونه مردم آرزوی یک فردای بهتر را از این عالی جنابان داشته باشد؟ به قول کمان گفته مشهور سال که نیکوست از بهارش پیداست. و آخرین پیام مردم برای نمایندگانشان. از شما هم تشکر وکلای گرامی که برای روزهای پیکم مجلس دربش برخ شما باز بود تا حضور پیدا می کردید و به چنین حالات فاجعه بار فکر می کردید و طرح عملی می ریختید ولی همه ملت شاهد بودند که روزها کرسی‌های مجلس خالی بود و نمایندگانشان به فکر کارهای شخصی خود بودند. حداقل وکلای محترم، مردم در این مقطع حساس از شما میخواهند تا برایشان کار بکنید و کمک کنید تا از این بحران رکایی یابند. حرف آخر، همه ملت افغانستان باید همصدایی و احساس خود را در برابر چنین رویدادها نشان دهند که اگر دولت خوب کار نمی کند ولی همچنان ملت زنده است و از همدیگر به قیمت جان دفاع می کند.